درود دوستان، وقتتون بخیر. به اولین ویدیو از کیت ریویو خوش اومدید. توی این مجموعه از ویدیوها ما قصد داریم که یک سری کیت ها رو به شما معرفی کنیم که یک شرایط خاصی دارن. این کیت ها ممکنه که ریسکیل شده باشن، ریپینت شده باشن و یا قرار در آینده ساخته بشن. توی این مدل ما سوخو 34 هابی مدل داریم که هم ریکالر شده، هم ریسکیل شده و هم قرار در آینده ساخته بشه و یک مجموعه ویدیوی جداگانه با خودش اختصاص بده. عموما مدل های کاغذی در مقیاس 1/33 هستند و این مقیاس برای کالکشن خیلی مقیاس بزرگی هستش و ما این مدل رو به مقیاس 1/72 کاهش سایز دادیم که برای کالکشن سایز بسیار مناسبیه. نمونه اصلی از این کیت هابی مدل که در مقیاس 1/33 هستش با پینت آبی هستش که ما اون رو ریپینت کردیم و به پینت مشکی که در مدل های کاغذی موجود نیستش تغییر رنگ دادیم. خب با توجه به اینکه این مدل از مقیاس 1/33 به 1/72 کاهش سایز پیدا کرده، ما جزئیات زیادی رو از دست ندادیم و همونطوری که مستحضر هستید پنل اینسترومنت ها بسیار پرجزئیات و کامل هستش و میتونیم روی اون کار کنیم. این قسمت باکس کاکپیت هستش که ایجکشن سیت ها یا صندلی های خلبان ها و پنل ها در اون قرار میگیره و این قسمت در پشتی این مدل هستش که با جزئیات زیادی توی این مدل کار شده و مشابه نمونه اصلی. این قسمت ها کمپرسور های اینتیک هستش که ما باید تغییر شکل بدیم اونا رو. اینها هم ایجکشن سیت ها هستش که جزئیات قابل قبولی رو دارن. یه نکته جالب دیگه که این کیت هابی مدل و مدل های دیگه از این برند دارن قطعات ثابت و متحرک هستش. برای مثال این ستون های عمودی به دو حالت تعبیه شده. یکی از اونها میتونید شما رادارها رو متحرک بسازید و یکی از اونها میتونید رادارها رو سالید یا به صورت ثابت قرار بدید. توی قطعه بال ما قسمت فلپ رو جداگانه میبینیم که بعداً میتونیم اون رو به مدل اضافه کنیم و توی حالتهای متفاوتی اون رو قرار بدیم. توی این صفحه ما الیویتورها رو میبینیم، قسمت بال سمت راست رو میبینیم که به همون شکل تعبیه شده. قسمت باکس چرخ‌ها رو میبینیم که خیلی جزئیات زیادی داره. توی این صفحه ما فلپ ها رو میبینیم که همونطور که گفتم به صورت جداگانه تعبیه شده و ما میتونیم توی حالتهای متفاوت اون رو قرار بدیم. در این قسمت ها ما نازل های خروجی رو میبینیم که با جزئیات کامل طراحی شدن. قسمت های داخلی نازل ها هستش که میبینیم جزئیات کاملی دارن. بسیار جالب این مدل. و در نهایت در این صفحه ما قطعات چرخ ها رو میبینیم که اونها هم جزئیات کامل و بالایی دارن. در این صفحه ما پایلون ها و تسلیحاتی که سوخو 34 حمل میکنه رو مشاهده میکنیم که با جزئیات زیادی طراحی شدن. در این صفحه هم ادامه پایلون ها هستش و یک سری تسلیحات دیگه. از این قسمت به بعد اسکلت سازی شروع میشه و صفحات بعدی به همین صورت. اگر به این نمونه ویدیوها علاقه‌مندید لطفاً توی کامنت ها به من بگید تا بیشتر از این ویدیوها براتون به اشتراک بگذارم. برای حمایت از من لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگه بدرود.